درود بر عزیزان. امروز بر حسب وظیفه لازم به این دونستم که هر آنچه در چنته حقیر هست در مبحث مست عشق. من مست و تو دیوان ما را که برد خواب، صد بار تو را گفتم کم خورد و سپید. شما اینجا برادر بر برادر چنان میتازد که گویی بر مغولان. مست عشق و اون چیزی که میتونه رسالت تک تک ما باشه در شناخت عرفان، شناخت خیش، مسیر شناخت و تجربه های به هر صورت شخصی و آگاهی که از مسیر تجربه کردیم ارائه بدم خدمت شما، به این دلیل که من فیلم مست عشق رو نقدهای خیلی زیادی دیدم ازش و اینکه احساس میکنم که دوستانی که نقد کردن شاید چون به دنبال چیز دیگری بودند یک مقدار نقدشون جای فکر کردن و تأمل داشته باشه و من وظیفه خودم دونستم که من هم در قبال این مسیر اون چیزی که دریافت کردم درس پس بدم و منتقل کنم. جانا به خراباتا تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. این هست که از این رو فقط راجع به این فیلم نمیشه صحبت کرد اگر میخوایم صحبت بکنیم و بحث خیلی جامعه تر از این حرف هست. عرض کنم که اولا در یک فیلم نمی گنجه ماجرای مست عشق، ماجرای عشق، ماجرای مسیر عشق، ماجرای دربی که از نظاره‌گری پشت پنجره عشق نشسته و داره نگاه. این دربو که باز میکنه خیلی متفاوته با بحث عقل. تفاوت و دوراهی از همینجا شروع میشه. این که فکر میکنم تمام عزیزانی که من در این نقدها دیدم، خیلی پیگیری کردم این چند وقت توی یوتیوب، نقدهای فراوانی دیدم. یکی میگفت از ملت عشق برداشته شده، یکی میگفت اصلا این فیلم سینمایی نیست، یکی میگفت نمیدونم کاتش فلانه و به بسم الله. اینجاست که شما اگر میخواهید وادی عشق رو بررسی کنید نمیتونید از منظر عقل وارد شید. منظر عقل همون منظریه که مولانا و شمس در اون محیط تجربهش کردن و اطرافیان با این دیدگاه اونها رو نقد کردن. همون نقد رو ما داریم امروز میکنیم. این که با عقل انسان عاشق مرتد میشه، اصلا رد میشه. با عقل اگر نگاه بکن، لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. قصه همینه. قصه اینه که من و شما هم مثل اون اطرافیان اون روز این دو عزیز اگر از وادی عقل بخوایم نگاه بکنیم لاابالیگری میبینیم. خیلی روشن مبحث جناب مولانا در همین چند بیت. لاابالی عشق باشد. عشق رو لاابالی میبینه. حتی لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی ملقب به شمس تبریزی و داستانی که این بزرگوار حالا قبل از آشنایی با جناب مولانا در سال 642 و بعد از آشنایی با ایشون و بعد از این که از اون مکان میرن، که حد فاصل این آشنایی و تمام این اتفاقات یک سال 642 تا 643 هست و ایشون میرن 644 میان 645 دوباره میرن. یعنی این دو تا یک سال رقم زده این اتفاقات رو. که این اتفاقات رو من اگر بخوام مثالی براش بزنم که قابل درک باشه و کوتاه بگم، ببینید ما در عصری زندگی میکنیم که امروز خیلی راحت میشه اتصال، اینترنت، گوگل همه اینا رو متوجه شد و فهمید. همه دنبال یک رابطه غیر عادی مشکوک عجیب غریب شاخدار میگردن بین جناب مولانا و جناب شمس
که این رابطه یک رابطه خیلی ساده بوده. فرض بفرمایید یک نفر میاد میگه آقا این گوشی شما، این کامپیوتر شما به گوگل و اینترنت وصله. میگه نه چجوریه قضیهش؟ میگه این دکمه رو میزنی متصل میشی. این اتفاق اگر ما تونستیم این رو درک بکنیم میتونیم متوجه بشیم که 3000 و خورده‌ای غزل، 6 کتاب مثنوی معنوی فیه مافیه و تمام مقالات شمس و تمام این تجربیات از توی همین کلیک، از توی همین اتصال در اومده. اولا که جناب فتحی اگر میخواسته این فیلم رو بسازه، ببینید من و شما دنبال داستان شمس و مولانا میگردیم. اسم این فیلم مشخصه. من دفاع نمیخوام بکنم از هر مطلبی که امروز نقد شده یا از ایشون. بحث اینه که ببینید ما اول باید درک اینو داشته باشیم که این فیلم اسمش مست عشقه، اسمش مولانا جلال الدین رومی بلخی فلان فلان نیست. اسم این فیلم شمس تبریزی نیست. اسم این فیلم کیمیا خاتون نیست. اسم این فیلم مست عشقه. ما باید جویای مست شدن در مسیر عشق باشیم، نه چه گذشت بین مولانا و شمس، اگر میخوایم یک درک درستی داشته باشیم. به هر صورت نقدهایی شده، گفتن که این فیلم قرار بوده سریال بشه، مینی سریال 8 قسمتی بشه، نمیدونم تهیه کننده ترک فلان ایران، اینا رو کار ندارم. مثلا بحث من بحث فیلم، ما اگر میخوایم به نتیجه برسیم باید مست عشق رو نقد کنیم. اگر میخوایم بکنیم بررسی کنیم، نقد و بررسی، نه اینکه نقد فقط رد کردن، نفی. متاسفانه ما فکر میکنیم نقد کردن یعنی نفی کردن. این اشتباهیه که داره رخ میده. اساساً اصلا شمس رو بشناسیم. به نظر من این فیلم اول داره جریان مست عشق رو توضیح میده، میخواد توضیح بده. حالا تونسته نتونستهش الان در پارت بعدی راجبش صحبت میکنیم. دوم شمس تبریزی رو میخواد توضیح بده و بعد شاید مولانا رو بخواد توضیح. مولانا توضیح دادنی نیست، مولانا مشخصه. کسی که میخواد مولانا جلال الدین رو بشناسه باید بره 6 دفتر مثنوی رو بخونه. ولی از چند بیت ساده میشه فهمید این موضوع رو که عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان شه یا بدان سر رهبر است. بحث اینه که من توی تفسیر دفتر اول مثنوی هم عرض کردم خدمتون در پارت‌های دیگه که اگر رجوع بکنید. این که اگر جناب مولانا در دفتر اول مثنوی میگه بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان، نمیگه یه پادشاهی بود رفت، داستان نمیگه برای شما یه پادشاهی بود رفت عاشق شد، بعد نمیدونم بعد عاشق شد میگه بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان. امروز با دیدن این فیلم شاید کمی بهتر متوجه بشین اون مبحث رو، اون رکوردی که من کردم. خود جناب مولانا تجربه عشق رو داشته، ملول شدن، درگیر شدن، تابیدن در این قضیه، مبتلا شدن به جریان عشق. عشقی نامعقول، عشق معقول که میشه عقل، درگیر شدن در یک عشق زمینی. حالا کی هست چی هست کار نداریم، من نمیخوام حاشیه سازی کنم برای این موضوع، ولی شما در شمس میبینید این رو. یک فرد عارف به نقطه‌ای رسیده، اگر داریم راجع به شمس تبریزی شناخته شده صحبت میکنیم، در سن 60 سالگی عاشق یک دختر 25 ساله میشه به نام کیمیا، دختر خوانده مولانا. درسته این فیلم خیلی فلش بک خورده، از این ور به اون پرت میشه آدم، ولی کسی که میره این فیلمو ببینه باید مسیر عشق، اولا که زمانی من و شما میتونیم درک بکنیم سطوح مختلف رو در این فیلم یا اصلا در این جریان و مسیر، که اون لحظه‌ای که شما شمس رو میبینی خودت شمس باشی، خودت شمس شده باشی، خودت جریان داشته باشی در مسیر عشق، مبتلا باشی، خودت گم کرده داشته باشی، خودت گم شده باشی. یک خود گم شده، یک گم کرده متوجه میشه مبتلا به مسیر عشق و جریان و پیگیری و پیدا کردن چیه. اون لحظه که شمس آدم میبینه به تب و تاب میفته، منقلب میشه، چون خودش اینه. حالا از مقالات شمس چند تا نکته بسیار زیبا و عالی رو بررسی میکنیم با هم.
ترجیحاً برای اینکه طولانی نشه من این رو توی چند تا پارت رکورد میکنم. اگر مایل بودین پارت ها رو، هر پارت رو دنبال کنید و میتونیم به نتیجه های زیبایی برسیم. جمع‌بندی کنم توی پارت اولی که دارم راجع به این فیلم صحبت میکنم و راجع به این مسیر و ماجرا دارم صحبت میکنم. ما در این فیلم باید عرض کنم دنبال مسیر و جریان مست عشق باشیم. حالا در پارت های بعدی توضیحات کامل میدم. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سپه